واویشکا بادمجون کجاییه؟ گیلانی هستش. انواع واویشکا مخصوص به گیلان هستش و امروز هم واویشکای بادمجون داریم. اتروبوش همون واویشکای معمولی هستش که با گوشت چرخ کرده درست من یادم قبل از که برنامه شروع بشه گفتید این غذاییه که گوشت نداره، درسته؟ بله این گوشت نداره ولی اتروبوش به همون شکل و حالا سبک هستش. خیلی هم فوق العاده سبک و راحت هستش، خوراک هستش، با نون خورده. چی داریم؟ چی باید داشته خب اجازه بدید من خدمتتون عرض بکنم که مواد لازممون چه من از قبل شروع کردم. 4 عدد بادمجون هستش، بادمجون متوسط هستش. دو تاش هستش، 2 تاشو من خورد کردم. الان باید 2 تا دیگه هم دست بگیرم. 4 با 5 عدد فلفل سبز هستش، 3 عدد تخم مرغ هستش. حالا 4 تا 5 تا باشه چون معمولا فلفلا تند میشه و حالا زیادتر باشه غذامون رو تند میکنه. 2 عدد پیاز متوسط هستش که من سرخش کردم از قبل. نمک و فلفل و زردچوبه اون هستش و 2 عدد گوجه پوست کنده. تو آب جوش انداختی تو؟ نه خیر. الان همه کارا رو همین الان انجام میدیم با هم دیگه.